گروهی از سازمان‌های حامی حقوق از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان امروز با نشر یک مراجعتنامه مشترک از حکومت‌های منطقه خواستند برای محو شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و بازداشت شدگان چاره‌های فوری بیاندیشند. در این بیانیه که به مناسبت روز بین المللی حمایت از جبر دیدگان شکنجه نشر شده است، ائتلاف سازمان‌های غیر حکومتی ضد شکنجه در تاجیکستان امضا گذاشته است. همکارم طاهری سفر این بیانیه را خلاصه کرد و قبل از برنامه از او اول درباره جزئیات مراجعتنامه پرسیدم. در مراجعتنامه که سازمان همکاری بین المللی برای حقوق بشر نشر کرد آمده است اگرچه سالهای اخیر در قانون‌های کشورهای منطقه تغییرات مثبت برای حمایت از شکنجه و بدرفتاری وارد کردند، اما این ظهورات همچنان یک مشکل جدی باقی مانده است. افرادی بازداشت شده به خصوص آنهایی که با انگیزه‌های سیاسی پرونده دارند تحت خطر بیشتری شکنجه و بدرفتاری هستند. وضع اضطراب‌انگیز از آن سبب بدتر می شود که عاملان این جنایت‌ها از مقامات انتظامی بی‌جزا می‌مانند، نظارت مستقل نیست و فشار پیوسته و جبر دیدگان و حامیان حقوق بسیاری از آنها را از دسترسی به محاکمه‌های عادلانه محروم می‌کند. در مراجعتنامه آمده است سازمان‌های حامی حقوق که برای محو شکنجه در منطقه کار می‌کنند تا رفت به مشکلات بیشتر دچار می‌آیند. تنگ شدن فضا برای جامعه شهروندی، سست‌تر شدن مستقلیت نظام دادگاهی، مانع‌گذاری‌های جدی در کار مطبوعات از جمله این مشکلات نامبر شدند. در بسیاری از کشورهای منطقه قانون درباره ماموران خارجی را پیشنهاد می‌کنند که سال 2024 در قرقیزستان قبول شد و سازمان‌های غیر حکومتی را مأمور یا گماشته خارجی نامیده خطری از بین رفتن آنها را به وجود آورده است. به قول مؤلفان مراجعتنامه این گونه تشبس‌ها سبب تنگ‌تر شدن فضا برای فعالیت جامعه مدنی می‌شوند و تلاش‌ها برای از بین بردن شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و بازداشت شدگان را زیر خطر می‌گذارند. در این مراجعتنامه آنگونه که دیدم درباره وضع خود تاجیکستان در علاهیدگی هم گفتند. نکات اصلی آن چی است؟ سازمان‌های حامی حقوق با تصویر وضع در تاجیکستان گفتند شکنجه و بدرفتاری بخصوص در اداره‌های ملیسا و بازداشتگاه‌ها ادامه دارد. افراد گمانبر در جنایت از ترسیان که احوالشان بدتر و حکم دادگاه سخت‌تر می‌شود از بدرفتاری ماموران ملیسا یا مفتشان به کسی شکایت نمی‌کنند. دادگاه‌های تاجیکستان مثل همیشه گفته‌های گمانبران درباره شکنجه و بدرفتاری دیدن آنها را بی اساس شمرده رد می‌کنند. این گونه شکایت‌ها احیانا تحقیق می‌شوند و اگر هم بود بی ثمر می‌انجامد و کسی از ماموران ملیسا یا مفتش هم جزا نمی‌گیرد. و گفته مؤلفان مراجعتنامه بسیار کم شده است که کسی را برای شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده یا زندانی در تاجیکستان جزا داده باشند. ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه از سال 2024 در تاجیکستان 17 شکایت از شکنجه و بدرفتاری از جمله از یک زن، 4 کودک و 12 مرد را ثبت کرده است. سازمان‌های حامی حقوق در گذشته گفتند که در تاجیکستان مقامات انتظامی برای حاصل کردن اعتراف از گمانبر او را سخت لط و کوب می‌کنند و نیروی برق می‌مانند، تحقیر می‌کنند و هر نوع که خواست او را پس می‌زنند و بعضی هم تاب نمی‌آورند و گناهی را که نکردند و گردن می‌گیرند و پس پنجره می‌روند. تشکر. همکارم طاهری سفر بود با خلاصه های مراجعتنامه حامیان حقوق برای محو شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در تاجیکستان. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.